آتش نشانی یعنی آتش، اینم نشانی. حالا بفرمایید. حالا یک بار دیگه زنگ می‌زنی فوتبالی میام شلنگ فشار قوی رو بکنم تو خروجی فشار ضعیفت. مگه آتش نشان صبور مهربون نبودن؟ چرا ولی نباید از 148 بار تماس تلفنی مزاحمی؟ بیا اینجا بسر. بله قربان. چند وقت آتش نشان شدی؟ دو ماه. یه سوال فنی ازت می‌پرسم جواب بده. بفرمایید. اگه یک جنگل آتش بگیره اون اطراف آب نباشه چیکار می‌کنی؟ هیچ قربان تمام میکنم. الو. آقا قربان یه کره تو بخاری در نمیاد. بخاری زیاد کن ان شاءالله که بتونه در بیاد. چی شده؟ هیچی به خدا آتش گرفته بود مرد. آخ بر اثر سوختگی مرد. نه بر اثر شکستگی مرده. بری چی شکستگی؟ حالا مردم با بیل خاموشش کردن. چیکار داری میکنی؟ میخوام اینو برعکس میشه رفت. الو بفرمایید. سلام از این خانم ما رو دزد زده. بعد زنگ می‌زنی ساده اشتباه گرفت. خب نه یخچال ماشین لباسشویی ما رو بردن. خب آفرین بعد زنگ می‌زنی ساده. خب نه یخچال ماشین لباسشویی خیلی گرون بود. خالتم کجایه؟ هم پشت ایستگاه از اینجا. الان خودم زنگ می‌زنم برات ساده. آقا بخش شما آتش نشانی چنده؟ 124. بهش 124 125 نبود. برو همین الان اخراج شدن یکی کم شد. دیگه زیر بارون که سال زیر فشار مستقیم شلنگ آتشیانی یاد کسی نمیافتم. الو. کلام تو بر کنار. بچه تلفن رو قطع کردیم. تو نمیدونی برای چی قطع کردم ولی اونا که ویدیو رو میبینن میدونن برای چی قطع کردم. راست با این لباسو پری تو آتشی موسوزی. فکر نکن. اطلاع جدید آتشیانی در اصفهان لطفا هنگام بروز حادثه زنگ بزنید نه تک زنگ. میخواد درنده چیکاره بشی عمو؟ میخوام آتش نشان بشم. آفرین آتشیان میشه که چیکار کنی؟ از این میله سر بخورم بیام پایین. همون کپسول آتشیانی رو با آتش تو بگو تو کلمه بچه. اما نپوشم واسه تلفنی بود. برو من نه گفته بشین اینجا قشلوقه. مشهدی که لجقلی زدم میندازن تو آتش. ایوا برچی گلم. تفریح مورد علاقه آتش نشانا چیه؟ والیبال. آتش نشان یعنی بزنی تو دل آتیش از 100 نفر 99 نفر رو نجات بدی ولی بابت اون یه نفر که جونش رو از دست داد تا آخر عمرت عذاب وجدان داشته باشی. دوستان به فصل سرما رسیدیم. خیلی‌ها هر ساله بابت گاز گرفتگی جونشون رو از دست میدن. لطفاً نکات ایمنی رو رعایت کنید تا خدای نکرده خانواده داغدار نشه. روز مردان آتش سمبل شجاعت، نماد از خودگذشتگی، روز آتش نشان مبارک.